من هر یک سربازی وطن را، هر یک افسر را همچون فرزند خود می‌دانم. هر یک دولت با مقصد حفظ ثبات و امنیت خود به مقامات قدرتی از جمله ارتش ملی تکیه می‌کند. در کشور ما نیز قوه‌های مسلح تکیهگاه اساسی دولت، کفیل صلح و ثبات جامعه، آسایشتگی روزگار شهروندان و سپر با اعتماد ملت میباشد. واقعا مقام و آبروی و اعتبار قوه‌های مسلح و سطح آماده‌باشی جنگی هیئت شخصی در هر دور و زمان از معرفت حقوقی و تعلیم و تربیت خوب افسران و سربازان، صیقل دادن دانش‌های سیاسی و نظامی و با احساس بلند وطن‌دوستی و صداقتمندی خدمتچیان حربی وابستگی زیاد دارد. میتوان گفت که تربیت حربی وطن‌دوستی راه نجات ملت از خطرهای احتمالی زمان معاصر به حساب رفته. مهمترین سلاح برای هر یک جوان و نورس این افتخار ملی، زیرکی و هوشیاری سیاسی می باشد. اگر صفحه تاریخ را ورق گردان کنیم میبینیم که محض نداشتن ارتش ملی باعث سال 1992 در قسم زیادی کشور علنگه زدن آتش جنگ شهروندی گردید. ما وزارت نداشتیم، ما وزیر دفاع نداشتیم، ما گنرال افسر نداشتیم، یک سرباز هم نداشتیم. امروز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از ارتش‌های موفق منطقه به شمار رفته. در 31 سال تأسیس‌یابی خود یکچند مرحله را با موفقیت پس سر نمود. از جمله تشکیل و فعال نمودن مقامات حربی، قسم‌های نظامی و دیگر مؤسسه و اداره‌های قوه‌های مسلح. همین است که با هدایت و تلاش‌های بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه از تأسیس‌یابی ارتش ملی به برپا نمودن همکاری های سودمند حربی و حربی تکنیکی شروع کرده در این مدت به نتیجه های نظررس نائل گردید. من شکرگزار از دوران صاحب استقلالی وطن، صلح و ثبات وحدت ملی میکنم. اولا میناداری خیش را از نام خود، از نام کل سربازان این قسم حربی و اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که برای ما جوانان شرایط‌های خوب خدمت حربی را فراهم آورده تا ما در فضای آباد و آزاد سربلندانه خدمت نماییم. سال از سال شماره جوانان اختیاراً به صف قوه‌های مسلح همراه شونده زیاد گردیده. در روز اول معرکه دعوت به ارتش ملی هزاران نفر جوانان شجاع و دلیر و وطندوست با کمیساریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های مملکت حاضر می‌گردند. گذشتن هرچه زیادتر جوانان ما از مکتب جسارت و مردانگی ارتش ملی بیانگر آن است که اکثریت شهروندان ما تجربه مقابلیت و ایستادگی نشان دادن در برابر خطر و خطرهای بیرونه را پیدا می‌کنند. ضمناً اختیاری به جا آوردن خدمت حربی بهترین صفت جوانمردی به شمار می‌رود. در قسم حربی 87 افسر قشن‌های خوشگردی وزارت مدافعه برای سربازان و افسران تمام شرایط مادی و معیشی فراهم آورده شده. همزمان کادرهای بلند اختصاصی حربی تامین می باشد که برای آماده سازی سربازان بهر حمایت مرز و بوم، تامین امنیت و صلح و ثبات کشور آماده‌اند. در دوام 31 سال تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در حدود همه ولایت‌ها و پایتخت کشور شماره معین خدمتچیان حربی و عائله‌های آنها با منزل زیست تامین گردیدند و بنیاد خانه‌های استقامتی یا خود شهرک نظامیان برای افسران و عائله‌های آنها دوره به دوره ادامه دارد. علاوه بر این همه ساله در عرفه جشن و عیدهای دولتی طریق علاوگی از جانب پرزیدنت کشور به خدمتچیان منزل‌های استقامتی جدا کرده می شود. در برابر این همه غمخوری‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان باید هر یک سرباز شجاع وطن در اجرای وظیفه خدمتیش همیشه هوشیار و زیرک باشد و هرگز فراموش نسازد که فضای آرام و آسوده امروزه تاجیکستان صاحب استقلال بر عوض جان صدها نفر جوانمردان با ننگ و ناموس ملت به دست آمده است. البینه عبدالستار، نموزل ارگش، مخصوص برای برنامه 7 روز ختلان.